همونجوری که مشاهده میکنید من اینجا بانکی باز کردم به نام Wells Fargo Bank که یکی از بانک‌های بسیار مشهور در امریکا هستش و در اینجا نگاه کنید که اینجا عکس قفل زده و نوشته View Your Accounts. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اگر شما پایین وبسایت رو نگاه کنید در این قسمت یک عکس قفل رو میبینید. این به خاطر این هستش که اگر شما اینجا یوزر پسورد اسم کاربر و یا رمزتون اینجا بزنید، این وقتی که وارد میشه این تغییر میکنه به اینکریپت میکنه اون یوزر پسورد شما رو، یعنی که اشخاصی که از پروگرام های مختلف استفاده میکنن نمیتونن که یوزرنیم و پسورد شما رو به سرقت ببرن. نگاه کنید وقتی در قسمت بالا اینجا نوشته HTTPS به جای HTTP. S به خاطر این هستش که از Secure Socket Layer استفاده میکنه و پورت 443 استفاده میکنه که برای این کارهایی که هستش که امنیت یک سایت رو این سرتیفیکت ها و این پورت ها هستن که انجام میدن. ولی وقتی که شما به یک سایت ایرانی وارد میشید مثل بانک ملی، نگاه کنید برای بانک ملی ایران این سایت اومد و نگاه کنید که در اینجا در قسمت پایین اون قفل دیگه نیست، وجود نداره و این به خاطر این هستش که اگر کسی اینجا یوزرنیم و پسورد رو بزنه و وارد بشه، همه میتونن با اون پروگرام هایی که گفتم مثل نتورک سنفر یا نتورک سپوفر میتونن با این ها بتونن این یوزر پسورد شما رو بدزدن، چون این به صورت کلیر تکست داره رد میشه و هکرها میتونن به سادگی یوزر پسورد ببینن. از نظر بانکی این روش بسیار اشتباه هستش و وقتی برمیگردیم به سایت قبلی که ویلز فارگو بود، نگاه کنید که قفل اینجا وجود داره، ولی در سایتی که بانک ملی ایران هستش این قفل اینجا وجود نداره و نشون میده که سایت بانک ملی ایران از امنیت بسیار کمی برخورده هستش و حتی در پشت خود سایت و در سیستم داخلیشون هم از سیستم پر امنی هم ندارن متاسفانه، که من نمیدونم چرا بانک ملی ایران با این همه سرمایه نتونستن که یک وبسایت درست کنن که از نظر امنیت درست باشه. نگاه کنید یک قوانینی هست، به طور مثال اگر من به سایت بانک آمریکا وارد بشم یا bofa.com، نگاه کنید که این سایت بانک آمریکا هستش و اینجا باز شما قفل رو میبینید و به هر سایت دیگه که من وارد بشم این قفل رو شما خواهید دید، به خاطر اینکه سایت های بانک هایی که در امریکا هستن زیر قوانینی که دارن باید حتما از پورت 443 که HTTPS هستش. نگاه کنید وقتی برمیگردم به سایت ایران، در اینجا اگه نگاه بکنید ببینید که اینجا S رو دیگه نداره، HTTP هستش و وقتی شما S رو اینجا ندیدید در یک سایتی که باید یوزر پسورد بزنید، مخصوصا سایت بانکی یا سایت دیگه به اون فرقی نمیکنه، ولی شما S رو اگر کار مالی دارین انجام میدید اگر نمیبینید، به خاطر این هستش که نشون میده که اون سایت پر امنی نیست و به سادگی میشه با اون پروگرام ها این رمز ها رو به دست آورد. شما وقتی که به سایت یاهو وارد میشید و میخواین که ایمیل خودتون چک کنید، ببینید که به چه صورت هست. من اینجا تایپش میکنم که ببینید و سایت یاهو هستش و ببینید که اینجا اون اس رو شما میبینید و این قفل هم این پایین شما دارید اینجا. و بعضی ممکنه که بگن خب ما چطور میتونیم قفل اینجا داشته باشیم؟ قفلی نیست شما فروشگاه بخرید و بزنید روی سایتتون. این یک کمپانی هستن به نام وراساین و شما میتونید که به این سایت وارد بشید، به نام verasign.com هستش و اینا کارشون اینجا نوشته Security SSL Certificate. شما اگه یک وبسایتی رو دارید اینجا نوشته Buy SSL Certificate، ولی متاسفانه بانک ملی اینو خریداری نکرده و اینا رو وقتی خریداری میکنید، اینو وقتی کلیک میکنید اون سایت باز میشه و به شما میگه که شما اینجا نگاه کنید نوشته که اگر یک بانکی هست باید حتما S شروع بشه مثل busybank.com و قیمتش هم به اون صورت زیاد نیست، سالی $150 $100 بیشتر این خرج نداره خریدنش و شما میتونید که از سکیوریتی بسیار خوبی در سایتتون داشته باشید و کار ساده هستش.
خرید اینها. مطمئن هستم که بانک ملی ایران میتونه $100 رو خرج بکنه فعلا از جیبش و این خرید رو انجام بده که مشتریان اون سایت مشکلی نداشته باشن با اینکه بتونن از این سایت استفاده کنن. اگر شما خودتون در یک کمپانی هستید و یک وبسایتی دارید و میخواین که از نظر سکیوریتی و امنیت بالا باشه، شما میتونید که به سایت verisign.com وارد بشید و اون SSL ها رو از اونجا خریداری بکنید. SSL چی هستش؟ یک به طور مثلا 10 خط رو برای شما میفرستم، مثل A B C D E F G H 1 2 3 4 5 6 و دوباره C D E F G H I J K یا همینجوری عوض میشه. یه 10 خط مثل این میمونه که اینو در وبسایت خودتون در قسمت سرورتون وصل میکنید و این باعث میشه که شما بتونید از سکیوریتی بسیار خوبی در سایتتون داشته باشید و هم بتونید از اون با خیال راحت از اون بتونن خرید بکنند. سایت ITC Network در قسمت خرید ما وقتی وارد میشید، من بهتون نشون میدم اینجا سایت ITC ما هستش و در اینجا شما چون الان یوزر پسورد نمیزنید احتیاج به قفلی نداره اینجا، ولی به محض اینکه میخواین خودتون لاگین بکنید در سایت فروشگاه ITC که هست itcnetwork.tv/ebuy، وقتی شما کلیک میکنید ببینید که سایت ما هم از اون قفل برخوردار هست، یعنی که سایت ITC نتورک ما از سایت بانک ملی خیلی امنیتش بالاتر هستش و اینجا شما اس رو اون بالا میبینید و وقتی شما وارد سایت میشید کسی نمیتونه که از سیستم استفاده بکنه و یوزر پسورد ها رو بدزده و بدین صورت شما میتونید که از سایت ما هم استفاده کنید. این طریقه بود که خواستم درباره‌اش صحبت کنم، ببینید که به چه سادگی میشه حتی از یک سایتی که امنیت نداره اینفورمیشن رو به سرقت برد و بهتر هستش که شما اگر وب سروری دارید و چیزی دارید حتما سعی کنید که اون سرتیفیکت رو از ورساین خریداری بکنید.